خاطر از اینکه فقط یک کار کوچیکشون باشیم دوستان میگیم باور به خدا کنیم که باید یک کمر غیرت ببندیم. مو گفت که زمستو آل کم کم بور مسونه این سایه غم از سرم و دور مسونه مبارید از هوا غم دانه دانه اکو غم ها تایی آور مسونه بخیره بعد از این دلپور بگردی در تخت ششته بله آور بگردی انشالله به امید خدا. بس قدر بزدریدیم قدر تبایی کشیدیم تایمیر شدیم چی درده هایی که نکشیدیم بچه ها در انتظار پدر اصلا نماد متاسفانه درد کشیدیم رنگ کشیدیم حقارت کشیدیم زنده سوختیم اما ازارستان با گلستان زمان مبدل میشه افغانستان زمان یک کشور سرسبز و آباد میشه که مردم شید احساس مسئولیت دیگه بس تنبلی دیگه بس به مسئولیتی سرفراز باشین دیگه یک ملا در منطقه از ما صحبت کرد بعد از 35 دقیقه ما گفتیم بحث بود با تازه سرخ هم داد ناله و بندگان خدا نیله که یک هم ملایو از مول یاد ما سرخ باید اون زمان گفته راییه موفق باشین سرفراز باشین از گفتو زیاد کار جور نمیشه از کردار بزرگی سراسر به گفتار نیست دوستت گفته چون نیم کردار نیست انشالله ما بیشتر از که صحبت کنیم انشالله که عمل کنیم امید خدا. از طرف ذوالفقار جان که یک نماینده ملت نماینده تمام اقوام افغانستان ایشان براستی نماینده کل مردم افغانستان نه تنها در عمل بلکه در ذهن در عمل انسان زاده ذهن بزرگای عزیز مای حمل معلمین اجرا شده و یکی از معلمین بسیار سفید از ما که امید تشریف نداره آقای قاسمی است که احتمالاً تفاوتیش هم ممکن دمی روز یا صبح باید مای حمل خود گرفته و سر کرد باقی من دیش را 1000 افغانی جیبش باقی من امو 1000 افغانی را گفت ما امدا نمیتونم امیر از طرف از ما بند کمک ماشاءالله اینمی ما قاصد آقای قاسمی صاحبم اینمی از طرف معلم صاحب آقای قاسمی که در یک فامیل هم است اینمی را مالکیه کمیته مالی رئیس ما شما بسیار زانوی غم را در بغل گرفتیم باور به خدا کنید دوستای محترم دیگه فقط و فقط انشالله از جوانایشون اقدام از موسفیدا حمایت ما ادا فکر کنم که موسفیدا مثل جناب مدیر صاحب باری باشد جوانایش مثل استاد همدرد باری باشد که ما این باور که در تمام دانشگاه 4 سال که قنجرهشان بودیم نابغه و استعدادی کوه مانند جناب آقای همدرد را در کمتر کسی هموطن افغانستانی ما دیدیم و از ایشان ما خیلی استفاده ها بود. این ما فکر میکنم که خیر باشه از دریا جدا شد و زمان دیگه در چند ثانیه ممکن است